سلام دوستان، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی متفاوت. آقا میخوایم بریم داخل ماشین باند سمت شاگرد رو باز کنیم و بیایم ببینیم چرا خیر میکنه. به احتمالی که من چیز میکنم نگاه کردم فکر کنم که اون فوم دورش یک ذره پاره شده، چون ما داشتیم از خونه یکی از اقوام برمیگشتیم. من گذاشتم که فقط باندای جلو بخونه. باندای جلو به خیلی مثلا کمتر، کیفیتشون کمتره، اصلا فوم ضعیفتری دارم، برای همین احتمالاً به خاطر همین باشه مشکلشو. اگه میبینید من یک سر اینطوری هم به خاطر اینکه سرما خوردم و شرمنده. بریم باز کنیم باندو دوباره برگردیم. A few moments later. خب حاجی، بریم برای باز کردن این شاهکار 90. نمیدونم این انا مشکل اصلی اینجاست که اینجا جر خورده، دیده بشه تو فیلم خیلی خوبه. ما به یک دونه از اینا نیاز داریم که آچار خورشیدیه، باید به این بزنیم و این پیچا رو باز کنیم ببینیم کدوم میخوره. خوبه همین خورد. شالا انقدر سفت هستم انگار میخوام ندوزم. خب نگاه کنید ما بعد اینکه این 4 تا پیچ رو باز کردیم به یک همچین چیزی میرسیم که باید اینو من یکم نمیبینم، باید اینم از توش در بیاریم و ببریمش بالا. بذار من تا موقع اینو در بیارم. اینم در اومد. وضع اینه. نمیخوام کامل تعمیرش کنم، فقط این پارگیش کو اینش پارگیشو فقط میخوام بریم ترمیمش کنیم که صدای خیری که میده گوشو اذیت نکنه و کیفیت صدا اصلیشو بهمون بده. خب باندو باز کردیم، حالا آوردیمش اینجا. خب باندو که باز کردیم یه چیز این داریم، این یوغو رو من بر میدارم و پارگیشو همون پایین بهتون نشون دادم. من یه دقیقه اینو 2 تا گاه داره اینو بکشم ازش بیرون. اینو ما دیگه کار نداریم، خداحافظ. ما فقط به این نیاز داریم. اینجا کجاش چه زیادم پاره شده. مثلا من میگم یک ذره این داشته بقیهش هم پاره میکرده، ولی در از پارگی چیزش اگه نشون بده آقا نشون بده. یک ذره اینجاشه. بذار من برم این پشت. یک ذره اینجاشه نشون نمیده. خب اینجاشه، وگرنه این دورش هم خیلی پارگی داره. ما میایم با یه چسب رازی تفالی میکنیم دیگه، خیلی راحت بگم تفالیش میکنیم که خیلی راحت بتونیم این باندو به صدای قبلیش برسونیم که دیگه نه خشخشی داشته باشه نه چیزی. رازی دقیقه برو بر. ما با همین چسب اینو چسبش میزنیم، میریم پایین، یه تست صدا میگیریم. باند فابریکه، نه باندی ما عوض کردیم نه چیزی، باند کامل فابریکه و واقعا میگم یکی از شاهکارترین دم کارخانه رنو گرم با این. از صحنه کاره ماشاءالله. چسب رازی مالف کنم 1300 سال پیش، ولی هنوز زنده است. زنده است، راضیه. غلط کردم، داره میادم اینطوری. کو پارگیت؟ پارگی هستیش کنار منه. خب غلط کردم، چه زیاد بود. ولی من تا جایی که میدونم بهتر اینجاشو بزنم فعلا، چون که نمیخوام برم نه باندی عوض کنم و نه چیزی. این جواب کارمو میده، چون یه باند دیگه ما داشتیم، باند سمت راننده، همونم اون بدبخت به همین شکل در اومد. اون بدبختم ما چهارشنبه سوری 2 سال پیش امسال که تو خونه بودیم و ماشاءالله خانواده تو خونه داریم ترکونی. خونه نه ترکونی، ما ضبط تو خونه روشن کردیم، بیرونیا استفاده کردم به جای که خودمون استفاده کنیم. پنجره ها باز بود. دستام هم چسبی شد. این عالیه. درش بسته نمیشه، هیچ عیبی نداره. ما همین میزنیم دیگه، گوره باباش.
الان وضعیت با من تمیزشم بکنم، چسبای روشو، اضافه های کریخ ماشاءالله دستم به چخ سگ رفت. A few moments later. توفالیه، واقعا توفالیه، ولی دیگه جوابه دیگه. اون میره اون داخل اون، بذار من اونو بیارم بالا خودم نشون بده. میره دقیقا اون جایی که پاره بوده و قشنگ جای پارگیش رو ترمیم میکنه. تا من بخوام برم فرم دوره اینو عوض کنم یه ارتقای به همین بزنم یکی 2 ساعت طول میکشه، چون من هنوز گواهینامه نگرفتم و با کنار مامانم میشینم یا بابام. خلاصه بعد نیم ساعت 1 ساعت که این خشک میشه میریم برای تست صداش ببینیم چطور خشخشش گرفته شده یا نه. 20 minutes later. خب آقا ما اومدیم و قراره اینو وصلش کنیم بره. اینجا باید اگه نشون بدی اینجا باید سیمش بخوره و ما این آقا رو وصل کنیم و بریم. یه دقیقه من اینو وصل کنم چون دست تنهام کسی فیلم نمیگیره، باید خودم اینو وصلش کنم. اینم رخ کار شد و خیلی خوب در اومد. یه بار دیگه من چسبش زدم که روشم بگیره و قشنگ این شد کار. اینجا هم وصل شد و ما پیشو رو از توی این برداریم. دست پرپد ما حاجی، من 3 تا پیچ انداختم، سومیش کو؟ داداش یکیش این بالا ریدم تو خودم حاجی. خیلی خوب، اینم از رخ کار بابا. اگه ما اینو بتونیم تو، اینم بره تو، میتونیم تو. یه دقیقه وایستا من اینم از سومین پیچی که ما داریم الان میبندیم دیگه. مجبور شدم اون چیزاشو در بیارم کلن تا بتونم راحت تر اینا رو سفتش کنم. الان تنظیمات باندم من گذاشتم روی باند جلو سمت راست. در رو ببندیم، ایول اون افتاد، و بریم سراغ تست این کوچولو. حاجی چی میکوبه؟ کپی رایت نخوریم. اینم باند سمت چپه که به همین روز در اومده بود و با همین کار کرده بودیم. اینا کل سیستم ماشین بود و دیگه کلا ما کارمون با این تمومه. اینم از باند اینجا که درست شد خدا رو شکر و کار دیگه ما نداریم انجام بدیم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی بدرود. لایک و سابسکرایب یادتون نره.